آیات و نشانه ها در همه اطرافمون هستن. هر روز میبینیمشون. درباره خطر بهمون هشدار میدن و چیزایی رو بهمون معرفی میکنن که اگه نبودن اصلا نمیفهمیدیم. نشانه ها راهنماهایی هستن که ما رو به مسیر درست هدایت میکنن تا به مقصد مورد نظرمون برسیم. در حالی که هر 4 انجیل معجزات عیسی رو ثبت کردن، انجیل یوحنا به طور خاص بهشون آیات یا نشانه ها میگه. با این کار توجه ما رو به فراتر از خود معجزات میبره، به جهتی که بهش اشاره میکنن و دعوتی که برای هر خواننده دارن تا یک سفر مادام العمر ایمان رو شروع کنه. وقتی یوحنا برای اولین بار با عیسی ملاقات کرد، احتمالاً فقط یه نوجوان بود. اما حتی اون موقع هم فکر میکرد که میدونه مسیر زندگیش به کجا میره. توی هفته‌های آینده هدف اصلیش این می بود که دوستاش پتروس و آندریاس رو توی ماهیگیری روزانه شکست بده. توی سالهای بعد احتمالاً با دختری از شهر خودش ازدواج میکرد و خانواده‌ای تشکیل میداد. و توی دهه‌های بعد پدرش زبدی احتمالاً کار و کاسبی خانوادگی رو به اون و برادرش یعقوب میسپرد. زندگیش بدون شک سختی‌هایی داشت، اما خوب، از نظر مالی مطمئن و قطعاً عادی بود. اما مسیر زندگی یوحنا روزی که با عیسی ملاقات کرد به طور ناگهانی عوض شد. عیسی مثل هیچ کس دیگه‌ای که میشناخت نبود. او مثل نوری در یک اتاق تاریک می‌درخشید و انواع مردم رو به سمت خودش جذب می‌کرد. وجود عیسی حیات رو ساطع می‌کرد و اون حیات همه کارهایی که انجام میداد رو در بر می‌گرفت. علاوه بر اون عیسی به یوحنا و بقیه وعده داد که همون حیاتی رو که خودش داشت به رایگان و به فراوانی به اونها هم ببخشه. یوحنا از جانب عیسی محبتی رو تجربه کرد که هرگز تجربه نکرده بود و این محبت به مرور براش به مرکز هویتش تبدیل شد. این یوحنا رو از مردی که دنبال مقام و انتقام بود به کسی تبدیل کرد که مشتاق بود دیگران رو به همون شکلی محبت کنه که عیسی خودش رو محبت کرده بود. علاوه بر تجربه این محبت عظیم، یوحنا شاهد اعمال پرقدرت و مقتدرانه عیسی هم بود. اما همزمان از تواضع و فداکاری عیسی شگفت زده بود. مهم نبود با چی مواجه بود. عیسی همیشه ثابت قدم بود. حتی وقتی نزدیکترین دوستاش ترکش کردند و رهبران مذهبی اونو به شرم‌آورترین مرگ در دنیای باستان تسلیم کردند، بر یک صلیب رومی. اوایل که یوحنا این چیزا رو میدید، نمیتونست اونا رو درک کنه. و تازه بعد از قیام عیسی و فرستادن روح القدس توسط عیسی بود که اون و بقیه شاگردان بالاخره شروع به درک چیزهایی که دیده و شنیده بودن کردن. روح القدس بر اونها آشکار کرد که هم قدرت و هم فروتنی عیسی آیات و نشانه ها بودن. این آیات فقط به هویت او به عنوان مسیحا اشاره نمی کردن، بلکه به جلالی که عیسی از ابتدا حتی پیش از آفرینش جهان با پدر سهیم بود هم اشاره داشتند. عیسی همون خدا بود که انسان شد. در عیسی خود خدا در میان اونها زندگی کرده بود و پدر رو به اونها شناسونده بود. روح القدس این حقیقت رو برای یوحنا و بقیه شاگردان روشن کرد. همچنین به اونها شجاعت داد که با دلیری در نام عیسی موعظه کنند. اما بعضی از کاهنان و صدوقیان از محبوبیت روزافزون پیغامشون خشمگین شدند و یوحنا و پتروس رو دستگیر کردند. ولی همراه با درک و دلیری، روح القدس به اونها تسلی هم داد و بهشون یادآوری کرد که عیسی گفته بود این اتفاقات خواهد افتاد و اینکه خود او هم توسط قومش رد شده بود. وقتی جفا در اورشلیم شدیدتر شد، خیلی از پیروان عیسی به دنبال امنیت به مناطق دیگه رفتند. در ابتدا یوحنا و بقیه رسولان با وجود خطر در شهر موندن. اما بعد از مدتی روح القدس بعضی از اونها رو هدایت کرد که با شهادت عینی خودشون سایر کلیساها رو در سراسر امپراتوری بنا کنند. پتروس احتمالاً به روم رفت و چندین گزارش حاکی از اونه که یوحنا در افسوس ساکن شد. اما رسولان نمیتونستن همه جا باشن و داشتن پیر میشدن. کم کم مشخص شد که به گزارش‌های مکتوب قابل اعتمادی نیازه که بشه اونا رو به افرادی نسبت داد که واقعاً با عیسی بودن.
اول مرقس، متی و لوقا انجیل‌های خودشون رو نوشتن و یوحنا کاملا با شهادت‌های اونها موافق بود. با این حال بعد از دهه‌ها تأمل درباره زندگی عیسی تحت الهام روح القدس، یوحنا احساس کرد که باید یه انجیل چهارم بنویسه. به جای گنجوندن داستان‌های کوتاه فراوان، یوحنا تعداد محدودی از تعالیم طولانی‌تر عیسی رو ارائه داد. بعضی از این تعالیم حول محور معجزات خاصی بود که او بهشون آیات میگه. شاید دلیل این نوع نگارش یوحنا نگرانیش برای یهودیان مسیحی بود که پراکنده بودند. این یهودی‌ها باور داشتن که عیسی همون مسیحای موعودیه که در کتب مقدسشون وعده داده شده بود. اوایل اونها همچنان در جامعه یهودی فعال بودن. به طور منظم به کنیسه میرفتن، شبات رو نگه می داشتن و جشنهای سالانه رو برگزار می کردند. اما یهودیای دیگه که قانع نشده بودن عیسی مسیح هاست، نمیخواستن هیچ مسیحی حتی اگر خویشاوندان یهودیشون بود در پرستش هاشون شرکت کنه. پس در نهایت احتمالاً مقامات مذهبی رسما مسیحیان یهودی رو از شرکت در جلسات کنیسه ها محروم کردند. یوحنا این انجیل رو نوشت تا این یهودیان مسیحی رو تشویق کنه که در ایمانشون به اینکه عیسی همون مسیحا و پسر خداست پایدار بمونن. نمادها و داستانهای قومشون همراه با عناصر پرستشی که تمام عمرشون به جا می آوردن فقط سایه هایی بودن که به مسیحای اشاره داشتن که حالا اومده بود. یوحنا روی آیاتی تاکید کرد که عیسی رو به عنوان کاملترین مکاشفه فیض و راستی خدا معرفی می کردن. او صلیب رو به عنوان آیت غایی معرفی کرد که عیسی بر اون به کاملترین شکل جلال خدا رو به نمایش گذاشت. اما همه کسایی که آیات عیسی رو دیدن با ایمان پاسخ ندادن. مثل امروز خیلیا به طور منفی به اونها واکنش نشون دادن یا تصمیم گرفتن ایمان نیارن. سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه: آیا ما درک میکنیم که این آیات چی میگن؟ آیا ما مسیری رو که اونها بهش اشاره میکنن دنبال میکنیم حتی اگه بقیه مخالف باشن؟ وقتی ما در ایمانمون به اینکه این آیات عیسی رو به عنوان مسیحا و تنها راه به سوی حیات حقیقی معرفی میکنن پایداری میکنیم، تأثیر یوحنا رو به کار میبریم. متشکرم از تماشای شما. اگر این ویدیو برایتان مفید بود لطفاً لایک کنید، نظر دهید و عضو کانال ما شوید.